خانه در آمده در حال لباساشون میکشن، در بالات میپرن. تن اینها دیر من از دائمش یعنی هر روز یک عورت نوقتی هم خوابگی کردن بوده. به نام خداوند بخشنده مهربان. ما در اینجا چندین نمودی داروها داریم به مانند داروهای هفتگیا، شراب ناب، ملحم سرخیانی و دیگر داروها. داروهای طبابتی ما برای فشار خون، بفرزندی، سرطان، ذوب، عصب، سریاس، بیماری‌های معده و روده و دیگر بیماری‌ها میباشند. هر یک چیزی که ما میفهمیم از آن دسترس چیزی که آن گل گیاهی است در وطن عزیزمون تاجیکستان عزیز پرورش کرده می شود، در کوه و بیابان‌های تاجیکستان میروید. از همه بهترین است. شما فقط زنگ زنید، ما دارو رو بردن میرسانیم. برده رساندن در شهر دوشنبه بی پول. یک بچه ها که دارنده بوده، یک بچه بای بچه بوده است، کار دائمش یعنی هر روز یک عورت نوقتی هم خوابگی کردن بوده. عادت دائمش یعنی بای بچه دارنده هر روز یک عورت علش میکرده. بعد از آن روز از روزها چند یعنی دوست داشته است که برای یعنی عورت می آوردن، اکی خودش بای بچه است، این شهر می داره که رفته خودش جدا کنه بیاره. اون دوستاش گفت که گفته که همین دخترهای شهری من دیل مزدن، دیل مگرفتن، یعنی در هم خانه در آمده در حال لباساشون میکشن، در بالات میپرن. تن اینها دیر من زدن. برای من گفته یه دختری قشلاقی بیاره، یه دهاتی بیاره. این رفیقا و دوستاش رفته از یک دهه یک دخترش آوردن، یک دختر دهاتی آوردن. این شخصیت میگه در همون حجره که میگه محرم سراش دائمی می در آمده عشق میکرده، رفته در آمده در گوشه خانه یک دخترک سر بدن محکم. بعد از اون رفته قفا آغوش گرفته، اون چقدر بدنش میلرزیده، یکون آغوش گرفته آهسته آهسته، بعد روش این جانب گردانده. وقتی رومال ای سرش گرفته نگاه کرده، خواهر خودشه. بعد وجود چلارزه گرفته. جناب پیغمبر ما راست میگفت که هر انسانی که زنا کرد در اهل او زنا کرده میشه. ببین خواهرش تسلیم شده که تا اینکه ببرنش با او زنا کرده شود. یعنی هر انسانی که زنا کرده اهل و بیت زنا کرده. به این خاطر برادرای عزیز بسیار خواهش میکنیم که از این کار بد چقدر حذر کنید، چقدر احتیاط کنید که خیلی خداوند در قرآن ما را زنا کردن قریبی به زنا را منع کرده. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیل. با زنا قریبی نکنید. خداوند گفته که زنا بسیار راه فحش است و راه انسان های بد است. انسان یعنی در دنیا و آخرت رسوا میگردونه.